برای هر روز از قبل برنامه‌ریزی کنید. برنامه‌ریزی آوردن آینده به زمانی حال است تا بتوانید همین حالا کار برای آن انجام دهید. آلن لکین. حتما این سوال قدیمی را شنیدید: چطور یک فیل را می‌خورند؟ و البته جواب هم این است: لقمه لقمه. شما چطور کلانترین قورباغه خود را می‌خورید؟ به همین ترتیب اول آن را به فعالیت‌های معینی که باید قدم به قدم انجام شوند تقسیم می‌کنید و سپس با اولینشان شروع می‌کنید. ذهن شما یعنی توانایی شما برای تفکر، برنامه‌ریزی و تصمیم گیری قدرتمندترین وسیله است که برای غلبه بر تنبلی و افزایش بهره‌وری خود در اختیار دارید. توانایی شما در تعیین هدف، برنامه‌ریزی و انجام کار روند زندگی شما را مشخص می‌کند. فکر کردن و برنامه‌ریزی کردن به خودی خود توانایی‌های ذهنی شما را شکوفا می‌کند و انرژی‌های ذهنی و جسمی شما را افزایش می‌دهد. برعکس همانطور که الکس مکنزی می‌گوید، وارد عمل شدن بدون برنامه‌ریزی علت همه شکست هاست. قابلیت شما در برنامه‌ریزی درست قبل از شروع کار معیار توانایی کلی شماست. هر چقدر برنامه شما بهتر باشد، آسانتر می توانید بر تنبلی غلبه کنید، کار را شروع کنید، قورباغه خود را قورت بدهید و به پیشرفت خود ادامه بدهید. یکی از اساسی ترین هدفهای شما در کار باید این باشد که در برابر نیروهای جسمی، عاطفی و ذهنی که به کار میگیرید بیشترین بازدهی ممکن را به دست آورید. خبری خوبه که برایتان دارم این است که در مقابل هر دقیقه وقتی که صرف برنامه‌ریزی میکنید، معادل 10 دقیقه وقت هنگام انجام کار صرفه‌جویی میکنید. برنامه‌ریزی کارهای روزانه بیش از 10 تا 12 دقیقه از وقت شما را نمیگیرد، ولی با این سرمایه گذاری کوچک در زمینی وقت می توانید دست کم 2 ساعت، 100 یا 120 دقیقه از وقتی را که در طول روز تلف می کنید یا با انجام کارهای طاقت فرسا می گذارید صرفه‌جویی کنید. شاید نام فرمولی 6P را شنیده باشید. این فرمول می گوید برنامه‌ریزی قبلی مناسب مانع عملکرد ضعیف می شود. وقتی می فهمید که برنامه‌ریزی تا چه حد می تواند در بالا بردن کارایی و عملکرد شما مفید باشد، تعجب می کنید که پس چرا تعدادی بسیار کمی از مردم برای کارهایشان برنامه‌ریزی می کنند. ضمناً برنامه‌ریزی واقعاً کار بسیار ساده است. تنها چیزی که برای این کار لازم دارید یک صفحه کاغذ و یک خودنویس است. اساسی کاری پیچیده ترین پالم پویلت یا برنامه کامپیوتری که قرضها را اعلام می کند نیز همین است. بنشینید و قبل از انجام هر کار لیستی از کارهایی که باید انجام شود تهیه کنید. همیشه کارها را بر اساس لیستی تهیه شده انجام دهید. هنگامی که کاری نوی پیش می آید، قبل از آن که دست به انجام آن بزنید، آن را به لیست اضافه کنید. از همان اولین روزی که انجام کارهای خود را برای همیشه از لیست آغاز می کنید، به میزان کارایی و بازدهی شما 25% یا بیشتر افزوده می شود. لیستی کارهای روزی بعد را شب قبل از آن و پس از آن و پس از تمام شدن کار روزانه تهیه کنید. ابتدا کارهایی را که هنوز تمام نکرده اید و سپس کارهایی را که باید روزی بعد انجام دهید وارد لیست کنید. هنگامی که لیستی کارهایتان را شب قبل آماده می کنید، ذهن ناخودآگاه شما تمام مدت شب که در خواب هستید روی این لیست کار می کند و بیشتری موقع ها هنگامی که از خواب بیدار می شوید ایده دارید که با استفاده از آنها می توانید کارهایتان را بهتر و زودتر از آنچه در ابتدا تصور می کردید انجام دهید. هرچی قبل از انجام کار وقتی بیشتری برای آماده کردن و نوشتن لیست تمام کارهایی که باید انجام دهید صرف کنید، کارایی شما بیشتر می شود. شما برای هدفهای متفاوتی خود نیاز به لیست‌های مختلف دارید. اول از همه به یک لیست اصلی نیاز دارید که در آن همه کارهایی را که فکر می‌کنید می‌خواهید در آینده دور یا نزدیک انجام دهید یادداشت کنید.
این لیست برای آن است که هر ایده‌ای نوی که به ذهنتان میرسد و هر مسئولیتی تازه را که پیدا میکنید در آن وارد کنید. بعداً می توانید موردهایی را که در آن وارد کرده اید مرتب و منظم کنید. دوم، به یک لیست ماهیانه نیاز دارید که در پایان هر ماه برای ماه آینده تهیه و تنظیم میکنید. در این لیست بعضی از موردهایی که در لیست اصلی درج کرده اید وارد میکنید. سوم، باید یک لیست هفتگی داشته باشید که در آن تمام هفته را از قبل برنامه ریزی کنید. این لیست همانطور که در طول هفته مشغول انجام امور جاری هستید تکمیل می شود. این شیوه برنامه ریزی زمان بندی شده نظاممند می تواند برای شما بسیار سودمند باشد. بسیاری از مردم به من گفتند این عادت که حدود 2 ساعت از وقتشان را در پایان هفته صرف برنامه ریزی هفته آینده کنند، بهره‌وری آنها را به طور چشمگیر افزایش داده و زندگی آنها را کاملا دگرگون کرده است. این راهکار را بیشک در مورد شما نیز نتیجه بخش خواهد بود. دستی آخر باید کارها و وظیفه‌های روزانه را مشخص نموده و آنها را از لیست‌های ماهیانه و هفتگی به لیست روزانه خود منتقل کنید. این موردها فعالیت‌های معینی هستند که باید در روز آینده به آنها بپردازید. در طول روز همانطور که پیش می‌روید در لیست روزانه کنار فعالیت‌هایی که به اتمام می‌رسانید علامت بزنید. این کار به پیشرفت کارتان عینیت می‌بخشد و در شما احساس موفقیت و حرکت به سوی پیش ایجاد می‌کند. وقتی می‌بینید که مطابق لیست خود پیش می‌روید، انگیزه و انرژی بیشتری پیدا می‌کنید. این کار اعتماد به نفس شما را افزایش می‌دهد، پیشرفت دائمی و مشروط شما را بیشتر به حرکت وامی دارد و کمک می‌کند تا بر تنبلی غلبه کنید. وقتی برنامه را در پیش رو دارید، صرف نظر از اینکه چه نوع برنامه است، اول لیست از تمام اقدام‌هایی که باید برای به پایان رساندن آن از ابتدا تا انتها انجام دهید تهیه کنید. فعالیت‌های برنامه را اولیت بندی کرده و ترتیب انجام آنها را مشخص کنید. لیست را روی یک صفحه کاغذ یا در یک برنامه کامپیوتری بازنویسی کنید تا پیوسته دسترس باشد. آن وقت یکی یکی برای انجام فعالیت‌ها دست به کار شوید. از میزان پیشرفتی کار با این روش حیرت زده خواهید شد. وقتی مطابق لیست‌های خود کار میکنید، احساس میکنید که مؤثرتر و قوی‌تر شده اید. احساس میکنید که هرچی بیشتر کار میکنید، فکر شما بهتر و خلاقتر میشود و بینش پیدا میکنید که میتوانید کارها را حتی زودتر انجام دهید. همانطور که گفته شد، وقتی به طور دائمی از روی لیست‌های خود کار میکنید، احساس مثبت پیشرفت را در خود تقویت میکنید و این به شما کمک خواهد کرد که بر تنبلی خود غلبه کنید. این احساس پیشرفت برای انجام کارهای روزانه انرژی بیشتری به شما میدهد. یکی از مهمترین قانونهای کاری فردی قانون 90/10 است. این قانون میگوید 10% وقت اولیه را که قبل از شروع کار صرف برنامه ریزی و تنظیم فعالیت‌های خود می‌کنید، معادل 90% از وقتی را که در حین انجام فعالیت‌ها مصرف می‌کنید صرفه‌جویی می‌کنید. کافی است این قانون را یک بار به کار بگیرید تا درست بودن آن برایتان اثبات شود. وقتی فعالیت‌های روزانه را از قبل برنامه ریزی کنید، شروع کردن و ادامه دادن به کارها برایتان آسان‌تر می‌شود. کارتان زودتر و راحت‌تر از همیشه پیش می‌رود. احساس قدرت و توانایی بیشتری می‌کنید و در نهایت توقف ناپذیر می‌شوید. قورباغه را خورد بده. از همین امروز تهیه برنامه روزانه، هفتگی و ماهانه خود را شروع کنید. یک دفترچه و یا یک ورقه کاغذ بردارید و همین کارهایی را که باید در 24 ساعت آینده انجام دهید یادداشت کنید. اگر ایده های نوی بعداً به ذهنتان میرسد، آنها را هم مجدداً به لیست اضافه کنید. لیستی از تمام برنامه‌ها و کارهای بزرگی که در نظر دارید در آینده انجام بدهید تهیه کنید. هر یک از هدفها و برنامه‌های بزرگ خود را بر اساس اولویت، آنچه که مهمتر است و آنچه باید اول انجام شود و آنچه باید بعد از آن انجام شود و غیرها را مرتب کنید. برای این کار می توانید پایانی کار را در نظر مجسم کنید و از آخر به اول بیایید. روی کاغذ فکر کنید. همیشه از روی لیست کار کنید. با این ترتیب حتی خودتان هم متعجب خواهید شد.
که چقدر کاراییتان بیشتر شده است و چقدر راحت تر می توانید قورباغه خود را قورت بدهید.